یکیش هم اون حالت عادی که حالا باز می‌کنی می‌زنی. تا این دفعه بیام از این استفاده کنم برای صورت. من معمولا از این برای بدنم استفاده می‌کنم. گفتم این دفعه بیام به پوستم بزنم ببینم چجوری میشه. ژل ابرو می‌زنم. اینم از ابروهام. حالا این دورشو تمیز بکنم. کرم پودر کالیستا با یه دونه انگشت پخشش میکنم. میریم سراغ برنزه کردن. بعدش میریم سراغ رژگونه که من رژگونه مایع استفاده میکنم. میریم سراغ کانسیلر. من از کانسیلر مایع استفاده میکنم. اوکی، بعدش میریم سراغ بیک کردن همه چیز با هم دیگه. بعدش میریم سراغ کانتور بینیمون. حالا بریم سراغ چشممون. بعدش هم این گوشه خط چشم میکشم. برای رژ از یه رژ قهوه‌ای استفاده میکنم. در آخرم لیپ گلاس میزنم.